هر زمانی که شهوت براتان غلبه کرد، به شهوت مبتلا شدید، به مرض شهوت پرستی، متوجه باشید که حل این مشکل در درست خواندن نمازتان است. نمازتان را بررسی بکنید، ببینید چطور نماز میخوانید، چون الله سبحانه و تعالی میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعد از اونها آمدن کسانی که نماز را ضایع کردند و به دنبال شهوات و پیروی از شهوات کردند. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگری میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. همان نماز انسان را تنها و تنها از فحشا و منکرات باز می‌دارد. پس کسی اگر در این مشکل گرفتار است، راه حلش الله سبحانه و تعالی در بررسی نماز قرار داده. نمازتان را بررسی کنید، ببینید چطور نماز می‌خوانید. آیا واقعا نمازتان درست است؟ مورد پذیرش خودتان هست؟ تا چی جایی رسد که مورد پذیرش الله سبحانه و تعالی باشد؟ پس کسی اگر در این مشکل گرفتار است، راه حلش الله سبحانه و تعالی در بررسی نماز قرار داده. نمازتان را بررسی کنید، ببینید چطور نماز می‌خوانید.